میخوای روی 30 تا کوین برتر کوین مارکت کپ پوزیشن باز کنی ولی نمیدونی پیربکشون چجوریه و کدوم یکی موقعیت بهتری داره، حتما تا انتهای ویدیو همراه هم باشید. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیزم. امیدوارم حال دلتون عالی باشه و جیباتون پرپول. خوش اومدید به یک ویدیو دیگه. امروز اومدم با 30 تا کوین اول. خب ما تقریبا 1 تا 15 اینا رو 15 18 اینا رو براتون قبلا خب تحلیلش رو گذاشتم، داخل کپشن میذارم، حتما برید نگاه بکنید که اومدیم صرفا پیرویتشون رو چک کردیم با هم دیگه. یه سری موقعیت دادم بهتون و یه سریشون فعال شده و یه سریشون هم فعال نشده هنوز، حتما برید نگاه بکنید. خب امروز اومدم با 15 تای بعدی از 15 تا 30 رو با هم دیگه میخوایم چک بکنیم و ببینیم اوضاع پیرویتشون چجوریه و یک نگاه کلی با هم دیگه صرفا بندازیم و یک دید خوبی بگیریم نسبت بهشون و حواسمون باشه که موقعیت ها رو از دست ندیم. خب بی معطلی بریم سراغ کوین اولمون. کوین XLM هست. خب XLM رو اگر بخوام بیارم خدمتون، خب تو تایم فریم بالا که نگاه میکنیم تقریبا همچین یه خط روندی دیده میشه. حالا با هم دیگه بندازیم ببینیم خط روندش تمیز هست صرفا یا نه. خب آره، خط روندش خیلی بدم نیست و اینجا یه دفعه شکونده، ولی خب در اصل فیکش کرده اومده دوباره زیرش. پس با شکست این خط روند شما میتونید پوزیشن باز کنید با همین 348 یا 348 میتونید پوزیشن باز کنید. خب همونجوری هم که میبینید XLM یه کوینیه که خب آروم آروم میریزه و یه جا شارپ بلند میشه. همین اتفاق هم اینجا افتاده، اینجا هم دوباره افتاده. چیزی که گذشته خودش داره بهمون نشون میده همینجوری بوده. میبینید در کل روندش ریزشیه، ولی خب همچین موقعیت هایی هم میده و میتونید بگیرید. پس کوینیه که میتونید حواستون باشه صرفا به پیربیتش و همونجوری هم که بهتون گفتم میتونید شکست این خط روند رو پوزیشن داشته باشید. بریم سراغ کوین بعدی. کوین بیت کوین کش هست. ببینم نداشت بایننس رو. خب کوین بعدیمون بیت کوین کش هست. تو تایم فریم هفتگی بخوایم نگاهش بکنیم، خب تقریبا که نریزشیه و تریگر ورود اگر خدمتون بخوام بدم برای بیت کوین کش، خیلی تریگر ورود تمیزی نیستش و 4 ساعتش نگاه بکنیم. خب متاسفانه خیلی ریزشیه، یعنی هم تو روزانه هم تو هفتگی هم تو 4 ساعت همونجوری یعنی ریزشیه. ولی خب اگر حالا پوزیشن خاصی صرفا بگیرید روش خیلی توصیه نمیکنم، ولی خب میتونید با شکست 5909 5009 بگیرید و پوزیشن داشته باشید صرفا روش. ولی خب گفتم خیلی توصیه نمیکنم چون همونجوری هم که دیدید ریزشیه. حالا XLM خوبی که داشت مثلا دیدید که یه دفعه حرکت میکرد به سمت بالا، ولی خب این اونجوری نیستش. حالا این هم تو تایم فریم بالا اگر بخوایم نگاه بکنید ریزشی هستش، ولی خب صرفا شما میتونید مثلا این حرکت ها رو بگیرید دیگه. مثلا 2 هفته اینجوری خب سودی بوده، میتونید حداقل همین 2 هفته سودتون رو ازش بگیرید و بعدش هم بیاید بیرون. خب کوین بعدی که هستش اچبار هست. اچبار هم بد نیست، دیروز هم یک کندل به شدت خوبی زدش و خب روند کلیش رو بخوایم بگیم تقریبا اینجا نزولی بوده، الان اینجا هم به قولی یه حرکتی به سمت بالا کرده ولی خب دوباره ریزشی شده. پس در کل بخوایم تو تایم فریم بالا نگاه بکنیم ریزشی هستش
اگر بخوام بگم که بگیرید و این داستانا، خب این معنی نداره خیلی. اگر بخوام بگم بگیرید، زود هنگام میتونید اینجا ورود بزنید، ولی خب مقاومت مهم و اصلیش این ناحیه هست، یعنی بعد از شکست 232، یعنی تقریبا مثلا اینجاها که اومد دیگه نزدیکش اومد، بر شکست 232 میتونید پیگیرش بشید. ولی خب اگر تو 4 ساعته بخوایم صرفا بهش نگاه بکنیم، خیلی تریگر تمیزی نداره، ولی خب با این ناحیه تقریبا 199 میتونید پوزیشنتون رو باز کنید، ولی خب خیلی توصیه بهتون نمی کنم. کوین بعدی لایت کوین هست. لایت کوین هم کوین بعدی نیست، ولی خب آزار اذیت خیلی داره. این هم روندش نزولیه همونجوری که میبینید، و تو تایم فریم روزانه اگر بخوایم بریم، زیر مقاومتی گیر کرده تقریبا اینجاها. بذار با ناحیه بکشم شاید بهتر متوجه بشید. همچین مقاومتی داره اینجا و زیرش گیر کرده. اینجا هم همچین ناحیه حمایتی داره. میتونید حالا چون تو خلاف چون الان دیده اون لانگه، خیلی من خودم باشم پوزیشن شورت باز نمی کنم، ولی میتونید این رو باز بکنید چون که 2 دفعه هم باش برخورد کرد. تو 4 ساعتش اگه بخوایم نگاه کنیم، تقریبا داره رنج میزنه بین این 2 تا باکسی که من کشیدم. حالا به سمت هر طرف که رفت میتونید پوزیشنتون رو بگیرید، ولی خیلی صرفا پوزیشن اوکی نیست. کوین بعدی لیو هست. حالا نمیم خیلی بیت داره یا نه داره، ولی فکر کنم خیلی بیتش واضح نباشه. صرفا فقط میشه تو هفتگی نگاهش کرد. خب تو هفتگی همچین روند ریزشی رو داره، و خب اگر بخوام بهتون بگم که باز بکنی، چندانش واقعا برام معنی نداره. تو هفتگی مثلا میتونم بهتون بگم حدودی. تو هفتگی ببینید اگر خواست بیاد این ناحیه رو بشونه، میتونید باز بکنید. کوین بعدی MNT هست که خودم هم روش پوزیشن باز دارم. دیروزم حرکت خیلی خوبی کردش برامون، و حالا بریم پیریویتش رو چک بکنیم. خب همونجوری که میبینید یه ریزشی ما اینجا داشتیم، دوباره بلند شدیم و تو برخورد دوم برخورد اول نتونستیم اینجا رو بشونیم، بعدش ریزش کردیم و همینجور ریختیم و الان هم نزدیک سقف زندگیش هستیم. پس حتما به نظرم ریسک این رو بکنید و یک پوزیشن اینجا باز کنید برای MNT. حتما تو روزانه هم اگر بخوایم نگاه بکنیم، همین دیتا رو داره به ما نشون میده. برخورد دومش هست و به نظر من ریسک این رو بکنید. حالا من خودم پوزیشن دارم روش، ولی خب اگر ندارید حتما یه پوزیشن باز بکنید روش. کوین بعدی شیب هست که خیلی شیبم بهتون توصیه نمی کنم. ریزشی دیگه، ریزشی تو روزانه 4 ساعته اگه بگم کندلاش خیلی معنی نداره، ولی خب اگر بخوام بهتون تریگر ورود بدم، اگه 1% حالا قولی میخواست تغییر روند بده و برگرده، با شکست این مقاومت میتونیم پوزیشن باز بکنیم. خب کوین بعدیمون، من با گوشی دارم میبینم اگه یه لحظه مثلا ساکت میشم و اینا، CRO هست. اینم کوین بعدی نبود، من چندین بار روش پوزیشن گرفتم، خداییش کوین خوبی بود. خب همونجوری هم که میبینید این هم مثل XLM ریزش میکنه و یه دفعه بلند میشه. خب تقریبا الان گیر کرده تو یک ناحیه مقاومتی که قشنگ میتونید ببینید این ناحیه مقاومتی رو. همونجوری که میبینید 4 دفعه برخورد داشته باشه و نتونسته بشونه،
پس تو دید بزرگ میتونید شکست این مقاومت رو به نظرم حتما پوزیشن باز کنید و آلارم بذارید روش که حواستون باشه. رو خودش هم که بیان، میگم رو خودش، رو 4 ساعت 1 ساعت هم که بیان، یعنی تایم فریم پایین‌تر هم یک مقاومت اینجا داره که سعی کنید با شکست این مقاومت یه پوزیشن داشته باشید روش. و اصلا پوزیشن شورتش هم میتونید بگید، ولی خب میگم آخه الان تایمی نیست حقیقت و هر لحظه امکانی هستش که دامیننس اینا ریزشی بشه، دامیننس تتر و بیت کوین ریزشی بشه و همه اینو برگردن. خب ببخشید، بریم تون بی تی سی رو نگاه کنیم. خیلی وقت تون رو نگاه نکردم و همچنان ریزشی گازش رو گرفته سمت پایین دیگه. نمیدونم چی بگم. تو روزانه بعد شکست همین 31.72 پیگیرش باشید. تو 4 ساعته اگر بخوام بهتون بگم این ناحیه، بله، بریم سراغ دات. دات رو اگر با هم دیگه چک بکنیم، خب دات همونجوری که این الان درگیر یک مقاومتی همینجا، شکست این مقاومت رو سعی کنید داشته باشید. تو تایم فریم بالا اگه بخوایم نگاه بهش بکنیم تقریبا رنج تو روزانه و خب حالا دیده بزرگتر نگاه کنیم نزولی هستش، ولی خب اینجا صرفا بخوایم نگاه کنیم رنجه و به نظرم با شکست این ناحیه میتونید پوزیشن خوبی بگیرید روش و حرکت خوبی میتونه برام بکنه اگر خوب بشکنه اینجا رو. بعدیش XMR. XMR هستش. خب روند کلیش که کلا نزولیه و با شکست این ناحیه میتونید پوزیشن بگیرید روش. 2 دفعه برخورد داشته، حالا تو 4 ساعته بریم قشنگ دیده تر میشه. 2 دفعه برخورد داشته، برخورد سوم رو میتونید پوزیشن بگیرید، ولی خب دیدید که نزولیه روندش. خب کوین بعدی دای هست که چیزه به قولی استیبل کوینه، ولی خب کوین بعدیش یونی هستش. بریم سراغ یونی. یونی هم کوین بدی نبوده، من سودای خوبی ازش گرفتم خودش. خب روند کلیش رو بخوایم بگیم نزولیه، میگم سودی. خب اگر بخوام تو دید بلند مدت بهتون بگم، این ناحیه که حتما پوزیشن سعی کنید با شکست اینجا روش داشته باشید، ولی خب صرفا برای الان بخواید میتونید با همین ناحیه پوزیشن بگیرید روش که تقریبا 2 تا برخورد داشته و برخورد سومش رو میتونید بگیرید. بعدی WFI هست، WLFI هست که نمیدونم پیر بیتش باشه یا نه، ولی باشم فکر کنم خیلی آره نمیشه. خب بذارید بریم به خود کوینش. خب کوین تازه واردی هستش. تو 4 ساعته اگر بیاید همچین خط روندی داره، با شکست این خط روند میتونید پوزیشن باز کنید و تیزگیر اولتون 20.86 هست. بعدی اوکی بی هستش که فکر کنم اینا پیروی نداشته باشه. رو اینجا داریمش شده هایی، حالا من صرافی یا از خود همین هستش. خب تو روزانه اگر نگاه کنیم الان درگیر این مقاومت هستش، برخورد هم داشته باش. توی هفتگی بخوایم نگاه کنیم بد نیستش،
حرکتش و تقریبا الان درگیر سقف زندگیش هستش روی پیربیتش که میتونید پوزیشن داشته باشید روش و پوزیشن هم باز بکنید. خب همین، خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراه هم بودید. امیدوارم خوشتون اومده باشه از ویدیو امروز. صرفا خواستم اینها رو از دید پیربیت با همدیگه چک بکنیم. پیرتترشون رو خب خودتون میتونید برید در بیارید تریگر و نگاه بکنید. حالا خودم هم براتون در میذارم ویدیوش رو. و اینکه صرفا گفتم این ویدیو درست کنم و بهتون نشون بدم که آقا حالا چون کوین مثلا چه من 10 کوین مارکت کپه گولت نزنه که حتما باید پوزیشن باز کنید روش. همونجوری که دیدیم مثلا از 10-15 تایی که با هم دیگه دیدیم نصفشون بیشتر روندشون نزولی بود. حالا میتونید برای تغییر روند یا مثلا کوتاه مدت روشون پوزیشن باز کنید، ولی صرفا دیدم اینه که بلند مدت خیلی نمیشه روشون حساب کرد. پس حتما حواستون باشه به این داستان. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراه هم بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، سابسکرایب کنید و همچنین زنگوله بزنید. داخل کامنت هم حتما نظراتتون رو برام بنویسید و همچنین داخل تلگرام جوین باشید. اگر اتفاقی بیفته، اگر همه اینها تریگر بدن و این داستان، اونجا براتون میذارم واچ لیستا رو، واچ لیست روزانه و هفتگیمون رو تقریبا رو تلگرام دارم الان هر روز میذارم و نگاه میکنید با هم دیگه. پس حتما خلاصه اونجا باشید. دمتون گرم. شما رو تا یک ویدیوی دیگه به خدای بزرگ میسپارم. خدایا نگهدارتون باشه.